دوستان عزیز سلام. بعد از چاشتان به وقت کابل عزیز مبارک و برفی براتون مبارک باشه. دوستان برف زیبا و دلنشین در کابل است و پدرجان ما در همچه یک روز به خاطر پیدا کردن لقمه نان مصروف است. میخوایم از علی جان حسینی که لطف کردن مقدار پولی را هدیه کردن تا گوشت توزیع بکنیم برای عزیزای ما و خواب مادر ما از جرمنی و عبدالواسی جانم از نروژ و اینا لطف کردن یک مقدار پول هدیه کردن تا ما جمپر تهیه بکنیم برای عزیزایی که مستحق است به سرمای زمستان توانایی را ندارن و از او بابت شما بیننده برنامه ما باشین. انشالله ما در انتخاب اشخاص واجد شرایط فوق العاده دقت میکنیم. اگر هوا سرد است هیچ مشکل نیست، از اینکه دل یک هموطن خود گرم بسازیم این برای ما بزرگترین یک دستاورد و افتخار است. خداوند شما را با عزت و سلامت داشته باشه. خب پدر جان یک لطف کن، اگه یک تا جمپر برات لطف کنم و هدیه یک کس است و یک کیلو گوشت برات بتونم، چی نظر داری؟ نظر چیه؟ اطفال نان میگه و باید در کوچه ها و بازارها گشت، یک لقمه نان باید برای اولادای خود پیدا کرد. آفرین به همت بلندش. خب این چطور است به نظرت؟ این چطور است؟ این به نظرت چطور است؟ ها؟ کوتاه خو هیچ نیست؟ دست پرتو مگر بسیار خوبیش است والا. کوتاه خو هیچ نیست، کوتاه خو هیچ نیست. من میگم کلان نباشه. سایکو انه والله دیگه خوب صبر کن. وای 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 این چقدر خوبیش آمد، چقدر مقبول آمد. ای دیگه اصلا زمستان رو نمیفهمی. مره این ایران پخته کن قطیانگه خب میری ینگه رو بهت خوب پخته کنه باز اولادا دیگه خوب اما تو کیف کنین در حق کسی که امی محبت کرده امی لطف کرده دعای خیلی نمازه که خوانده باز دعا کن انشالله. این بیچاره متاسفانه گپم زده نمیتونه. خوبه؟ خوبه؟ پدر جان هموطنای ما در بیرون همیشه در یاد شما هستن. علی جان حسینی یک مقدار پول روان کرده که برای هموطنای ما گوشت توزیع کنیم. عبدالواسی جان از نروژ و ما یک مادری ما که نخواست نامش گرفته شد از جرمنی یک مقدار پول روان کرده که جمپر بخری به هموطنای ما در زمستان سرد هموطنای عزیز ما گرم باشه. همتت قابل قدر است که در این سرمای زمستان به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان میگردی. امی جمپر برات میشه؟ میپوشی یا نه میگیری؟ فایدهش یکنیم سر ده یکنیم سر گزاره میشه؟ چیکار کنیم دیگه؟ شکم میزنیم از پوشاب میزنیم بس. یک جمپر نتون برد؟ یک جمپر برد نتون؟ آفرین خب؟ نه میشه تو بگی؟ بیخی فکس آمد والا امرو ینگه به خیر خوبی شده بته که پخته کنه. همین شوی جمعه آمد دعا قبول میشه، دعای مردم ها قبول میشه. بیا بگی صحیح سمین ایرم بگی مره صحتت خوب است؟ چی میفروشی؟ والا بار میبرم. بار میبری؟ نه. کجا میبری؟ هذه که باره ببره چوب بخره. خواه امروز هیچ بار بردی؟ امروز نبردم دسلاپم نکردم. یک چیزی خوب بردی ولی امروز هیچ کار نکردی؟ تو جمپر هم نداری؟ داری جمپر؟ جمپر تو خوبش است از من؟ از تو خوبش است از من؟ تو پاس کم بره؟ بیخی خوب است نه؟ خیر ببینی خدا پاک آباد آوران برای دوستای عزیز عرض سلام و احترام. برنامه توزیع جمپر و گوشت در سردترین روزهای کابل و در
روزی که برف هم نعمت پروردگار پایین میآید و ما این برنامه خود با توزیع یک صوب جمپر و 1 کیلو گوشت به هاشم جان به پایان میبریم. امید ما است که عزیزایی که کمک شما را دریافت کردن و اونا آسایش و آرامش خداوند برشان نصیب بکنه. با متاع اندکی که در اختیارشان قرار گرفته ما باور دارم حداقل یک شب آرام می داشته باشن. دیگه امید ما هم نیست که هاشم جان به خیر نمی گوشت بگیره همراه نمی جمپر. خانه کجاست؟ خانه ما کوچه قلعه واحد. ها برای بخیر کوچه قلعه واحد و این گوشت به ینگه بته پخته کنه که شب جمعه هم است. در شب جمعه دعا بسیار خوب، همه شبا دعا قبول میشه، همه روزا دعا قبول میشه و باز در این شب پروردگار بیشتر باز بخصوص دعای فقرا را بیشتر قبول میکنه. اگر برای شما تسلیم کردیم با امید از که برنامه مورد توجهتان قرار بگیره. عزیزان ما، برادران ما، خواهران ما که در داخل و بیرون از افغانستان هستیم، امکانات مالی خوب دارین، هیچ وقت هموطنانتان مثل سابق فراموش نکنین. حتمی نیست که از دریچه بنیاد خیریه امید حیات شما کمک کنین. از هر دریچه‌ای که مورد اعتماد شماست، باور شماست و مطمئن میشین که امانت شما در اختیار مردم مستحق قرار میگیره، این دریغ نکنین و کمک‌هایتان و مردمتان برسانین. با امید صحت و سلامتی همه مردم خوبی در جهان و بخصوص مردم عزیز ما در افغانستان. خدا پاک قبول کنه. خدا جورت داشته باشه.